علیکم سلام. علیکم سلام عبدالله. عبدالله علیکم سلام. کویا برادرو همه کسای جمع شوند. انا همون ستیرگه هست. سلام علیکم سلام. جایی که لایک هم میمونید همونجا بدونید لایک همونید که لایک میمونید تستر پهن میشه، مردم جمع شوه، اقلا 100 نفر جمع شوه. گپی به حدی بعد مهمه برادرو. سوده خوبه انشالله. خدا را شکر الحمدلله. از برادرو همه جمع شوه. گپی به حدی بعد مهمه برادر جونو. 8 نفر شدیم. از شما لایک اگر بمونیم با ویدیو پهن میشوه دیگه برادرو هم ببینم با خوب میشوه ده. علیکم سلام. گرم سکه جون زنده باشی. سلام من برای همتون. جون از نقلن 100 نفر شوه. گپی مهمه انشالله که همه ده محقول میشوه. ما باوریم که خیلی که باید نفر پیدا میشوه که فقط در بدی مردمی خدمانای، در بدی همی مردمی توجیک خدمانای نه که خدمون باید حرکت کنیم که مردمی خدمون همه وقت سربلند باشه. چیگه باشه بابا میزه و عبدالله اکا جون اشوتی یاده امی راستیگه به حدی بعد ما در مراجعت چی بگم کمیزواتو به حدی بعد بسیار شد برای مراجعت میکنم و ده ای سببی که خدمم کارم به حدی بعد بسیار ای خیلی بسیاریتون میفهمم که ما هم زندگی دارم کارم بسیار ای ما در او حالتی نوارکنی میرم که یک کمتر کارم اوست میکنم بگیم نوارکنی میرم نه که اوجه تصمیم گرفتم یک چیزه اک نمیدونم من خواستم که امیره ای پیش خدم امی کارا نکنم چه یک کلا ده با چند کلا خوبتر ما فکر میکنم امیره امی کدام پادپیسچی ما او حسابی برادری ما های ما امیره قطعی امی پادپیسچی مسئولیت کنم مثال بروزگی امی کارا ما پیش ببریم که شتابی زندگی مردم خدمونم با کمتر خوب شوه برای که به حدی بعد مراجعت ما در بسیاری بد شد برادرو. چی گفت؟ سلام اکای نودره کمک نکدین کو برادر جون امروز من هم نشد یمی چیزا گپ زدستم انا مرا در یک روز با کمش 6-7 نفر مراجعت میکنه. خودتون میدونین که اوزی بسیار مقصد آدمی که احتیاجمنده اگه ما همه او را اسپیت هم نمیکنم برادر من این خودم کار باری خودم بسیارتر راستی گپ بعضش اسپیتی نمیکنم که برام داجه چش میگن زبورش محکم
نه به خدا قسم و سپید من نمیگم که برای باشه اقلا مخکم کنم که این برادرایی که خریدن بدونن که همون آدم در چند سوم جمع شده. من مگرم زبور مخکم نکنم همین لوبای جو بخیزم برام نوار ما بکنم با همین تمام دیگه زبورش نکنم همین قرار داره. ولی چند تاش زبورش مخکم نکدم موندگی دیگه ورمی نیست که ما برام امروز سیام کنم بگم که برادران همین قسم جمع شده. سلام علیکم. علیکم سلام خوش قدم صدیقو. علیکم سلام براجان. برای همین از این هم سر مقصد اومدم. همین روز ما راستی گب یک مادر تاجیک انا 53 ساله بود اول نمیدونم افیر در در اومده نه در اومده نمیدونم. ما در زنگ زد قطیم هم صحبت شد خیلی برادرایی که هستن که مثال برای احتیاجمندان ما در مراجعت نمیکنن پروست در واتساپ ما داره ای روسیه ای گرمانیا ای ترکیه ای لوبای جا بگیم هست برادرایی که زنگ میزنن مقصد احوال پرسی میکنن ای حال میپرسه رحمت به همشون. انا همو بگیم که هم مادر تاجیک ما در علاقه برومد همین روز نشد همین چیزا گپ زدیم سر یه مقصد اومدم که من نخواستم که امیره. السلام علیکم. علیکم سلام اکای علی اکای جون چو کدین الحمدلله سوز همین جا گفتم قطعی همین برادرایی که بگیم خیلی دونه که همین نفرایی که من در پدپیسات سمیکنه از نه چی ویدیوی من مخکول شای میسول شاید همین میخواه ویدیوی من را تماشا کده او حسابی برادری مای میسول یا اپا و خوارو هسته مادرو هسته مرا بسیار تماشا میکنن بخت صحابی دو دنیا را میگیری رد نوی کنش نه انشالله که کشش میکنه همین تا وقت خدمه همین در بدن اونجا ندادگی بگیم زنده ایم انشالله که برای مردم تاجیک فرق نداره اون مرد زنه همش برای ما حسابی پدر مادره برای که او ملت ما انشالله که تا وقتی میتونم ای دست میایم میکنم انشالله ایمایم رتیش کتون آرام تماشا دارم گرم نیسته یا الله کراچی ما برای همی خواستم که همه جمع شوه مثال ما همی فکر خدمه پیشنهاد کنم بعد کدامی که همی فکر در روزیه مقصد از می کورا پیش خدم کردن نمیتونم برای که ما به پدپیس چیک از همی شما پدپیس چیک من نباشین من نولم شما اگر ویدیو ما را تماشا نکنین ما را دستگیری نکنین ما هیچ وقت پیش رفتن نمیتونم همین پدپیس چیکه که ما پیش میرم مثال برای همین خواستم که همی را مسئولیت کنم قطعی پدپیس چیکم بعد همی کورا ما پیش برم بابا جان دارم ما یک پدپیس چیک برادر جان انشالله همیشه هم میگوی از رحمتی کلان گپ نیست برادر جان اگه کور ما راستی گپ چی کور این همی خیلی میدونین که قشلاق کدامی که در قشلاق گو مال نداشته باشه زمین نداشته باشه نال زندگیش ما همی یک زمین داریم مقصد چی زمین داریم همی رشقه یخی آدم رشقه میگه بعضش یونچقه میگه بعضی آدم سبرگه میگه بعضی آدم بده میگن ما در هر جا هر خیلی نمشه فهمیدم ما رشقه میگیم کاری ما وزمین یکی بگیم چی نیسته پروست میره همی رشقه اومیتی دروش میکنی برای گو مال برای زمستونش خیلی ما هم دهقانیم ما هم در قشلاقیم الحمدلله زندگی ما روی دهقانی اکی او کاری وزمی نیست برادر جان همیشه هم میگوی از رحمت سوزن بابا جان بهترین همیشه با پیش بودم گرم نیست رحمت برای همین که برادر رو جمع شوان روزی ما فکر خدمه بگم خیلی 37 نفره ما فکر خدمه آز میگم شما چی فکر داریم برادر رو نگاه کنیم برادر رو آزی در واتساپ ما زیاده 200 نفره که بعضش ممکن مرا تماشا داره ممکن دو ماشی که مرا التماس داره در جان بخیبیا که کسلی داریم سومی نیست که ما او را خیمیکت میگن چیزش میگن خیمی میگن من نمیدونم هم خیلی سوم نداریم یگون کسی نیست خونه در کار کنه مقصد هم خیلی پرابلم ها داریم بعضش میگن نانی خوردن نداریم نفرای هسته که برای پرابلم ای اوچسکه و خونه مثال چی میکنه ما این شکل برادر جانو مثال ما گارانتش دادن نمیتونم که ما سومی اوچسکه تر جمع کنیم اصلا ما آدمایی را میخوایم دستگیری کنیم که کسلی روی جوگه های مثال
شکر احمد گپ نیست برا جان. ما اینوی حمدانی میر سعید علی حمدانی نام پیشنش مسکوسکی خوش قدم صدیقو بخشش برادر مراجعت به حدی بد بسیار شد برادر جان. نباشه مگابایدم دارم همش بیز پرابلم مگابایدم دارم. ویدیو را بازور تماشا میکنی بخشش برادرو که اینترنت درست شد به حدی بد بیزه باید. خب برادرو باید گفتنیم مسئله چی دم گپ زدنیم. مراجعت به حد بیاد بسیار شد از سببی که ما همه او را اسپید نمیکنیم بریم نوار کنیم. امی روزی هم مادر تاجیک 53 ساله در روسیه کار میکنه مهاجر زنه میگه خیلی الحمدلله زندگیم سازه. اگر امو اوچا جان امیجا دا باشه مرا تماشا که ایسته باشه که یگون چینه بنویسونه شاید که امیجا تماشا دوره. راستی گپ زد قطیمه نشد همین چیز. خب ما سر مقصد اومدیم که مثال نفرایی که امکانیت دارن که بروند کار کنن. اولش که من نمیخوام که مردمی ما در دیگه دولت بروند مهاجر باشن ای خانواده شون دور باشه. یکمش دیمش ما نمیخوایم که روسیه را بگیریم پری زنی تاجیک کنیم مادرای تاجیک کنیم. پیشکی ما بگم که بعد اولی هست نفرایی که میگه که ای شما ناموس ندارین که همه مادرای تاجیک و مردمی تاجیک روسیه روی میکنین. به امید چی معنی رفته سن مردم کار کنی. پروست مقصد ما ایه که نفرایی که میخواهن بریم روسیه دا کار کنیم یگون سم بدست بیاریم زندگیمون رو پیش بریم خانه بخریم. همین نفرا واتساپ ما دا مثال مراجعت میکنه. مثال میگه بابا جان دادر من میخوام برم روسیه کار کنم نه که من شرایط ندارم. یکمش دیمشی که دوجا من جای انیق کاری ندارم جای کاری انیق ندارم جای خو ندارم راهکیرای ندارم بلیت بگیرم برم. مثال همون نفر اومده که مراجعت میکنن مخصوص یک چیز هسته که چخیل بگم یک گروپ هسته که فقط جای کار تامین میکنه در تمام جای روسیه تاجیکان. مثال اول او را ما ایخی پروست تک چی نمیکنیم. اول او را ما انیق میکنیم. امو خاله ما در گفت که امی روز امی اپا انا گفت که امی خیلی چی هسته اگر این کنیت چی باشه و دمو را صاحب جای کار مثال ما افیر میکنم یا ویدیو میکنم برادرها میگم فلان اپا یا فلان برادر رفتنی های روسیه رفتنی های جای کار شایفتیم انیق کدهیم نمی قروبل در کارای که ای بلیت چه بگیره بروه. خیلی اگه خیرخواه باشه اولیک چه گرفتگی میگه من خودم اینه بلیت چه با کلا میگیرم. واتساپی ما می نویسونه که برادر این همی بلیت چه اگر همی کار کدنی باشه ما بلیت همی آدم میگیرم مثال با کلا میگیرم یا همونجا یک سوم دو سوم یا روبل دو روبل میپارتویم جمع میکنیم بلیت چه میگیریم میروه. اوجا که رسید کارا قبول کرد کارا که سر کرد یک نواری کوتاه کگ میکنه میگه اینه جای کارم همه 100% قوی دویه. ما امرو با پیشنهاد میکنم مثال کانال نمی پارتم شتاب مردم ببینه بفهمه که همی صاحب جای کار شید یا نه. بعد یک چیز دیگه اگه وجود داره مسکو و یگان نیوز من باشه ما برام نوارش میکنم. گپ نیست دیل شد نورسه گپ نیست برادر. این اکادمی که اگر روسیه در یگان پرابلم باشه این همی دیل شد نورسه این برادر میگه که من خودم نوار میکنم دستگیریش میکنم. خب برادرها بعد خلاصی گپ همی که مثال جمع میکنیم روبل قطعی چند روبل شب بلیت انیق میکنیم کدام شهر در جای کار چخیل جای کاره او را پروست تک جای کار بگنه بروانه. مثال این تا برادر جای کارت خوبه یا یگان اپای هسته که همینجا جای کارش خوبه کارگر در کاره. در واتساپ من مراجعت میکنم میگه بابا جان دادر جان خیلی همی خیلی جای کار هسته کو هسته یگان دو سه تا زنک در کاره مثال اینجا فقط زنک میگیرن یا میگه که یگان برادر زنگ میزنه میگه این همی قبچه در کارای استوای مثال فهم نداره چی کارای همی خیلی جای کارای اویلی کشین همی خیلی جای خوب پتین همه شخصی میفهمونه. من در اوی آدم پیشنهاد میکنه
احسانچیک ته ماشینی کوخی گفتی لنگری مرده زنده ای کو ماشینی برای اودیتوریا وقتی عقل داشته باشی بدونی کدام لنگری را گفتم آخی گفتی همون اسمت اسلام که تو نه عقل داری نه تمیز بیا همین برادر گپی مرا جزی نکه خیلی خلاصه گپ همین برادرها که انا همین خیلی چی میکنم التماس برادرها همین کامنتاری های اولی گفت بودم هم خیلی چی اونا نویسونه برادرها همین فکری مردم پروسته چی میکنه با خدا تا عقل داشته باشی و خیلی اول بفهم کیه لنگری بعد با نه هم لنگری بکشه بگیره برات پیش خودش یاد نتی ای تو چی کرد برادرو خیلی رو اگر اهمیت بدی به خدا شما امی چیز در چی فکر دارین که امی خیلی گروه کاری چی کنیم که انا مثال گپ خود جای کار یعنی داری مثال ما در مراجعت میکنی ما در پروسه ها نواری کتو که جای کاری خودت روی میکنی میگوی برادر این جای کاری ما این همی خیلی جای خوب داره یا نداره چی خیلی اما چیز چم پدروب نمیفهمونی با نفری که جای کارش در کارای اومده وقتی مراجعت میکنم میگم ها جای کار هستی انا سلام علیکم جون سوزی تینجی اسمان دونی علیکم سلام اکه اسمان سوزی خوبی سلامتی خوبه مثال جای کار که انیق داریم ما در پیشنهاد میکنیم با نفری که جای کار نداره در تاجیکستان مثال زندگیش پیش نرفت چه مایو که مرا زنگ میزنه میگه بیا نوارم که مردم یاردم میکنه جای کار را تامینش میکنیم میره و کار میکنه نه که کدامی که مثال ما در مراجعت میکنه که بابا جان دادر این جای کار هست در فلان جای روسیه این همی خیلی شرایط قطعی اویلیکش این همی خیلی انا این هم مقصد یکون کس باشه بیا یک کار کنه انا او حالت ده ما نفرایی که با میگه ما در جای کار در کاره ما پیشنهادش میکنم اول پیش او آدم را میگه جای کار هسته باید که یه نواری کوتو اکک واتساپی مده او را برای یوتیوب پرتفتن پروسته برای ما ببینم که همه قطعا درست هسته برای که اوزی بعضی آدم فرزند پدر خچه باور نمیکنه خطان میدونین چی دور زمان های برای همی بعدی را بگم وقتی ما همون زن یا مرد همی مثل اگه اکه یا دودر اپه خواهر پدر مادر فرق نداره کدومش ای کار تامین میکنیم وقتی که 100% کار قبول کرد کار سر کرد دلش دیگه چی پرابلم ای میکنه نمیکنه اوش ده ما عموما خوش نیستم برای که اوش دیگه چی خطای همین لوبای جدا زویست ای خدت میکنه اگر همین فعلت سوز باشه یگون انسان ضرر نمیته شاید که باید یگون برادر صاحب جای کار کنیم برای اوجا قطعی هم تاجیک خدمون راست نگیره من میدونم تاجیک با تاجیک راست نمیگیره با دیگه ملت ها راست میگیره یکی با یگون تاجیک خدمون راست نمیگیره یگون پرابلم هم میکنه نشوه که بگه همین مرا روی کباد خیلی گم نه من فقط چرا با کلام میگیرم دیگه آدمی که مرا مراجعت میکنه که کارگر ما در کارای در همین جای کاری ما با نفری که میگه ما در جای کار در کارای ایران پیشنهاد میکنیم چه خیلی که وظیفه موندم برادرها همون نفری که میگه ما در همین کارگر در کارای مرد یا زن در کارای مثال مراجعت میکنه انا ما اول واتساپ در روی میکنه جای کار میفهمونه پدروب نمیفهمونه که ساعت کاری چند ساعت معاشش چند قای خروکه دوره ندوره جای خوب همش پدروب نمیفهمونه ما مقصد در همینجا واتساپ در میسته همی خیل با نفری که جای کار در کار شه وقتی که میگه که من خیلی احتیاجمند مثال من ندارم شرایط که بلیت بگیرم برم مثال همون جای کار من وقتی جای کار پیشنهادش میکنم میگه که من شرایط ندارم هست نفری که شرایط داره و نمیفورش قرض کنه به خیزه بره مثال ما او را اول انیق میکنیم که همون در حقیقتا احتیاجمند هسته که ما هم اگر احتیاجمند باشه یا افیر میکنیم کارتاش در سوما جمع میکنه میره و سوما میگیره بلیت هم میگیره یا یگون برادر خیرخواه هسته میگه بلیت امیر ما میگیرم بلیت امیر ما با کلا میگیرم برای کار کنه ما باوری دارم انشاءالله که اگر همی یک چند ماه همی کار دوام بته دیگه هیچ که احتیاجمند ممکن نمونه اکل هسته ما میدونم نفرای هسته میگه ایت ناموس نداری زنکای تاجیک روسیه مهاجرت روی میکنی به همی چی ما همینی
мардуми эҳтиёҷманд рафта кор кардистам бародарҷоно. барои ҳамин пешакӣ ман чиза бугумтун. чизани бохшрӯ мегумтун бародарҷоно ки баъди ки уҷа рафти агар хеде да ягон проблема создавад ки ягон ишда ман ягон ҷавобгарам нестам. ҳамин ҷои кора таъминат кардам. рафти кора сар кардӣ, пешакӣ мефаҳмонемад нами қасоати корияй оили киши нами хел кор ин ами хел видеои короткира роӣ мекунем ватсапи ҳаму эҳтиёҷманда ина бародар ҷои кор маъқулат боша ответ яниқ шабате маъқулашид тамом мауз данояи ҳамадонӣ московский районда хулоси гап ки ҷои кор ки маъқулашид бага ки ҳо ман мерам баъдура мефаҳмем ки ҳамин ақатанда эҳтиёҷманда мисол вақте мега ки ман зурум намераса охи билет гирифтанда бо ишдани дастгириш мекунем рафт ё бо нафаре ҳастае ки мега суми амира ман роиш мекунам чанд қай дар кораи билет чанд суми аст ман мегиримаш вақти кор кард мисол ба суми мара мета ҳамун ки барои худо бовараш кард билетша гирифтак агар баъд ки кор кард сумша меташ мисол ишда дига ман кор надорам ака суми билета хайриш мекуна ё ки қарз меташ ишда ман ягон ҷавобгар нестам ирам пешакӣ бугум ҳардуш баъд гап мезананд ки мисол чӣ хелиш кунем бифораш ҳамин хелай барои худо мегираш нафораш мега бародар кор ки кардӣ ин ҳаиқа суми мара мегарни ё ҳамаша ё нимша ишаки хачун баъд гап мезананд баъд паганаша ки баъд бга бубуҷон ина ман аура бурдум суми мара надодак ишда ман ҷавобгар нестам бародаро ира пешакӣ бугумтун агар фаромӯш кунен ҳамин видеои мада бо доказатон мекунам акай бубуҷон дар кадом телефон ҳозир чӣ гапай хоб бародарҷоно вақте эфира мекушим мисол бо да каналам ҳамин эфир медроя чӣ меган меброя да каналам фикротуна далш кадоме ки успед накабуд мисолаи аввал метона ки фикроша да комментария бинависона ман обязательно ура мехонам кадомит ки да ҳамин фикри ман розии бародар ман ба чӣ хотир аввал эфир кардам ҳамин апамара ҳамин рӯз фаҳмон қатин гап зада шуд ҳамин ман аввал мехоҳам группара бифаҳмам чӣ гапай аниқ мекунем ки пага ай пишти ман ин канали ман ба ӯ хотири нестае ки ягон миллати тоҷики ман зарар бина ин канали ман ба ӯ хотирае ки ман як тоҷики хидма соҳиби як нола нон кунам ин ҳамин қад чизае бародар ҳамин як аз пешай канала тайёр карданаш сохтанаш мисол чӣ меган пешай канала кушодан ба як мақсад ира мекушоя одаме барои фоидааш даромадаш одаме аст барои обрӯи хичач кардан одаме ҳастае ки барои завқаш ман ба ӯ хотири кардамаш ки як тоҷики хидмат дастгирӣ кунам соҳиби як нола нон бишава ва зиндагиш камтар хуб шава не ки бо амудани салому алайкум акай бубо ҳасанҷон алайкум салом ака барои ҳамин ана шумо чӣ фикр дорем бародарҷоно ҳамин фикрҳои ма да шумо розием ки ҳамин хел чиз ташкил кунем ки ҳамин канали ма то охира мардуми худмона кӯмак кунам мисол не ки ватсапи ма да мисол кадоми да ватсапи ма дар кора ӯз ман номерои ватсап ма мегум кадоми ҷои кори аниқ 100% аниқ дорен муроҷиат мекунен яна кадоми ки бо ай тоҷикистон ҷои кор дар кор шай мо кора да ӯ аввал ӯ кора мебинем баъд пешниҳодаш мекунем хая ки ай чиз ма да фоида ҳам набоша бародаро фоида ҳам набоша ҳамин дуош ма да иншоалло фоидаай нахоҳ як рӯзе нашава ҳамун одаме ки соҳиби ҷои корш кардем як рӯз нага ки ҳамун бобоҷон сабаб шид намо соҳиби як ноланон шидем ақаллан як бор зангмо назана ай ҳолмо напарса ма дастум дар кор нест мисол худоанд иншоалло ризқи мара додесай дар ҳамин қишлоқам ризқи мара аллоҳ метава мисол адиақал нахоҳ як рӯз натиҳа занг назана ватсапимда нага ки бобоҷон чӣ ҳол дорӣ як бор напарса ин ҳамиш мода баста иншоалло салом додар бобоҷон саломати хуб гап нестай брат
شما چی فکر دارین برادر جون؟ کدام همی فکری ما در روزیه یک تای پلوس بمونه از ما کدامش که اگر که روزی نیست مینوس مونین تر، کدامید که روزی جمع مونین به تاجیکی جمع بمونین، کدامید که ناروزی مینوس که مقصد تیره بمون، کدامید که بینیم بسیاری که روزی باشه. مثال هم چی میگم برادرای تاجیک صاحبی کار میشه یا نولانان میشه و هم بلوی مادرای تاجیکی که ای چه موی که میروند اوجا فریبشون میکنن. این همو خالشگاهی که ای روز قطیمه گپ زدم صحبت شد باور میکنیم همو 53 ساله میگه خدا شکر ما سومی خشروی افتیستم اینا کار کدیستم بی پرابلم یگون همی روسو میگه کردور نیست میگه 100% رفته است. برای همین برادرها با میگم که صاحب جای کار میکنیم در اوجا چی پرابلم های دیگه میکنیم نمیکنیم همین جای کار در درو مای کار قبول کردی برادر تو گرچ کی اوه معلوم نیستم تو وکم خدا یک گپوی منست نه ما خودی چی دایم نوع همدانی در مسکوسکی رایون ده کلوب ایمو یا 50 کیلومتر دور ایده گپ نیست برا جون. بعد اموزی برادر نویساند که ما لیلینو بودیم اکه برای ما را فرق نداره مثال طرف ولایت سوق مقصد لیلینو بود نامی پیشنش ولایت لیلینو بود مثال ولایت سوق دوزیره مثال ای بدخشان ای کدام گوشه تاجیکستان ما همش نمی خیلی یک نمود میبینم همش برای ما برادر ای اقرات هم میکنه چیزی میکنه ما که برادر میدونمش همش ایجا اپا و خوارو هست مثال مرا تماشا میکنن مادرو هست مرا تماشا میکنن نیکی من همی قرار میگم که ما یگون تای چی میگم ایلچگی نمیکنم من اتسیست نیستم پروسته یک چیز هم میگم که مردمی ولایتی سوخت ای مردمی خطلانی ما مثال فرقیت بینشون این همی قدر برادران میدونین بینشون ای زمین تا اسمان ای برای چی از من میگم من خدا را شکر تمام جای تاجیکستان پشتی گشتگیم میبینم چیاشونا من خودم در خوجان خدمت کردم در طرف لیلینو بود بگیم هم پنجکین رفتم مسچوی نو رفتم بسیاری همی چیاشا گشتگیم در دوشنبه کار میکنیم سیخی میبیل در کار میکنیم 2-3 سال پیش طرف لیلینو بود بسیار میرفتیم در خوجان اگر 18 میکرورایون در کدامید بدونین یوار است همی 1 سال پیش شد 1 سال شد همی جرانی ما سوس کردیم همی چیزای دیزاینایی که چقدر سوس کردیم که میبیل قطی همی را ما سوخته بدیم ما خطا نکن 2 هفته وری همونجا دبدیم برای همی نگاه کنین ما همونجا در 2 هفته زیاد با استاده مهمون بدیم کوارتیرمون در همون تریتوری 18 میکرورایون بود آشخانه هاش هم میرفتیم اوژن کنی عبید کنی میرفتیم زفترک میرفتیم خیلی کجای برای آدم ها را اهمیت میتی که سر اونو همه خیلی باور میکنین داجه فرزند خچه شما گفته حرمت که دا گب میزنه این های طرف خطلان دمیای دقیقی کچه طلبه مکتب و میبینی ایش اوچه شاقورات که دا رفته سای هیچ که نمیگشت که بچه چی گپ قرار نکه مثال تربیه و قدر ایجاد بگیم که چی نیسته انا او طرف در کدامی رفته باشه باور میکنین ای دهن یگان نه کلون نه آدمی خورد یگان بار حقارت نمیشنوی من رفتگی میدونم ای دهنش حقارت نمیبرویه فرزند خودش کودک ای بخدو فرزند خودش شما گفته حرمت کده گپ میزنه ما امی چند نفر کارگر بدیم ای تریتوری خطلان دوشنبه بدیم راستی گپ باور میکنی ما خودمون در همی چیز حیران موندیم که نگاه کنه که مردم اینجا برای چی این همی خوجان میره که ما خودم یکم بار رفتم باور میکنی حس میکنی در اروپایی به حدی بعد پیشرویش زورای هم میبینی چی خیلی بگم یک طرف همی 18 میکرورایونش دبده کدام اگر رفته باشد تریتوری همی یواری نو شدگی
باور میکنی میبینی میگوی همی یوروپا دایی ایجیت چیش میگم پیشرویش بازبیش دامی اگر بدونین در تاجیکستان دیم شهر کلان خوجان دای یکم دوشنبه دیم خوجان نگاه کنین که میبینیم به حدی بد پیشرفته ایجیت همه چیزش مدنیتش هم ای تمام چیزش یکم میسته باور میکنین برادر برای که رنگی مردم خطلان وری ده 12 طرف بزویاوه قدی کوچه ده سرش بته خیلی نه یک تا یا 2 تا هم بسیار سه طرف میزویا میخونونه سوادش خوب میکنه تربیهش میته پگه با صاحب وظیفه میشوه انمی سبب میشوه که بگیم شهری او با پیش میروه اکامش برای ما تاجیکستان پیشروی او هم پیشروی ما پیشروی ما هم ایوه حساب میشه نه که با اوجده پیشرویش با دیگه این نگه که بنام یالا نخوی تو بناموس این اخی میره چه خیلی مسلمون بگم حقارت کده با امین میگه استغفرالله این برادر من ایره چی بگم نمیدونم بنام یالا کدوم یکی دمی دمرده چیه من نمیدونم اکه خدای دویت چکنه پرویز نویستندگی بنام یالا اکه راستی گپ صبر کیه سلام علیکم علیکم سلام نمیدونم دختای بچه با فکرم دختای اپای خواری در کانال میبرو اکه با ما ای سری نو همه ای گپو را فهمونده نمیتونم کانالم در همی فیلم میبرو یا مقصد میتونین اول تا اخیر گوش کنین شما هم با در همی فکری ما اگر راضی باشین فکرتونا بنویسونین کامنتاری هم ده بنام الله نگه که این خیلی انسانی پرم بدهیم بنام الله این هم پرویز اکی خوندک ایو چه حقارت کده با امین میگه ما امیر مسلمان گفتم میتونم یا نه ایو چه حقارتم کده با امین گفته سای توبه توبه این خیلی انسانای اکی انسان هم نیست ما فکر میکنم ای سگ دایی خیلی پستره که تا چه خیلی ناموس صدمه ورداره که تا همی گپا بنویسونی با امین بنویسونی پا اکی کامنتاری ادامه بود ما ای تمامی جامعه افته میروه توبه توبه یهودی ها می باشد ای یهود پستره ما فکر میکنیم یگون بود پرسته چیه بود پرستی گپا نمی نویسونه اجا جان اینجا چی گپای سونیا علیکم سلام اپا جان نشد تیمی مردمی که بسیار مراجعت میکنه امرو خواستیم که یک همی خیلی چی میگن بسازیم که مقصد ایکور تامین شون کنیم کدومش که ضروریت نداره سوم نداره که بره و کار کنه انا سومش جمع کنیم کارتای خودش را مثال بیلیت چه بگیره بره و کار کنه مثال یعنی الان شبیه و اکما همه او را نمیتونم برم نوار کنم سوم جمع کنم بتمشون ای پیشتی سوم جمع کنیم به مدی دیلسوزی کدنم باور کنی او چه منی دشمن میکنن همه اولاد ما دشمن میکنن در نام الله بمرم امتری و دمو را بینه حالشون ایمو احتیاجمندو دا بدتر کنه اکما نمیخوام هیچ کره دوای بد کنم اکوا امی آدمایی که نبته حقارت می نویسونن من نمیدونم با خدا با فکرم که این یک استغفرالله با فکرم که اتا هم نداره اتش نامعلوم نمیشناسه اتش کیه با فکرم همی زایدنش پرتفتنش در کوچه با فکرم کلان شیدگی یا 4 تا اتا داره با فکرم ابا چی در کرای با خدا قسم اگر همی حقارت تکده سوز من میتونم همی افیر ده تا قوچه تنه ویس اولاد تا برستم آخینه که نمیفورم که اما او چه رنگ او چه مده ما چه خیل ای بینوموس ما چه خیل او چه تر حقارت کنم تا این همو گپا نویسوند این همیجا مرا بعضی مادرها تماشا میکنن بعضی اپا و خوارا تماشا میکنن
خیلی بچه باشن همش ما بگم همه مردک اینجا مرا اوچو تماشا میکنم مثال مادرای تاجیک خودمون تماشا میکنه اپا و خواهرو هسته تا پریدور و کوخی گپ همه نویسونی فکر نمیکنی که زمین گپ در اوچه تا تماشا که و خواهر تا تماشا کده سای همین را بخونه تا ای بانام یالا کدمی که هم پلگوی گفتی همون مردمی چی که پلگو توبه استغفرالله خیلی آدم هم هسته بانام یالا این کدمی که همین در زندگیش تا آخیر گلو میره و گلو بد هست میمونه کدمی با خدا ده همین نتیگه سلام خب برادران شما در همین گپای ما چی فکر دارین راضی هستن که ما همین کار را تشکیل کنیم مقصد مردم از صاحبی جای کار کنیم یک خودم همین اشخانم راستی گپ به کارگر موند کما یک کارگر بیام یک تای بیام که همین کار مرا پیش بردم بگیره اشخانم بعد همین کار را تشکیل کنیم اول انیقش کنیم بعد خدا راضی باشه ای قفای همین کار گفتگیم بشیم شما راضی این؟ امروز دولت و مقصد برادر جان اوزی من 37 مینوت همین چیز فهموندم شاید خیلی دیرتر درومه برادر من کوتاه کده اوزی با ختمه فهمونم خلاص که همین نفرایی که احتیاجمندایی که قریب 200 نفر زیاد شد ما در مراجعت میکنن که برادر نون خوردن نداریم چی میکنن امیر صاحب جای کار کنیم مثال گپ خودت برادر در روسیه کار کرده سای فن نداره در تاجیکستان هم باشی در کجای باشی در کره ایت در گرمانی ایت در ترکیه ایت در کدام دولتی باشی فرق نداره تا میتونی که یگون کس دعوت کنی مثال یگون کارگر تاجیکستان قبول کرده میتونی که قطعیت کار کنه تا در واتساپ ما مراجعت میکنی که بابا جان دادر این ما دنامیق کارگر در کار مرد یا زن فرق نداره هست اپا و خواهرایی که جای کار ساز دارن میگه ما دنامیق زن در کار برای کار ما در واتساپ ما در می نویسونی خودت که برادر نمو در دو مرد در کار که بیا کار کنه بعد من اوجا معلومات میتیم ما در می نویسونی واتساپ هم که جای کار ساعت چند تا چند در کجای کدام دولت کجا شده انا ساعت کاری چند قای معاشش چند قای کار وزمین چه خیلی همه شما در میفهمونی پدراب نه بعد نفری که احتیاجمند مرا میگه بیا مرا ویدیو که کمکم که من میگم برادر این اگر کار کردنی باشی این جای کار هسته فلان دولت ده فلان شهرش ده نمی قویله کد میته این همی خیل همه شا میفهمونم بعد که بگه که ما زورم نمیرسه بیلیت گرفته برم تمام میگم یا افیر میکنم سوم جمع میکنیم بیلیت چه ده یک افیر کدن انشالله و رحمان جمع میکنیم بیلیت چه میگیره میروه مقصد که کار کد صاحب یا نولانون شد هم شوه مده ثواب هم شوه تده ثواب برای هم برادرها فکراتون ما در بنویسونن که امی کار ما بکنم یا که نه بعد نشوه که مثال پگه با خودم در چیز پرابلم شوه ما پیشکی فهمونده بودم با میفهمونم که وقتی که ما صاحب جوری کارش کم رفت امو پیش امو برادر در رسید قبولش کرد کار سر کرد مثال یک نواری کوتاه کنگ میکنه میگه نه بابا جان دادر کار خوبه نه قبولش کم روی میکنه من میگیرم در نوار در کانال میپرتم دیگه برادرها میبینم میگه значит کار سازه با شاید یک کسی دیگه صاحبی نولانون میشوه با میگومی گپا تکرارن که کار قبول کردی اگر که چی پرابلم اوجا کردی نکردی اوش در دیگه بابا جان جوابگر نیست بابا جان فقط جای کار تامین کرد تمام اوش ما دیگه کاردار نیستم که تو جوابدن میکشی ترا میکشن چی کاری میکنین نمیکنین ایش ما عموما جوابگر نیستم ایرا با دویم باره سیم باره تکرار کردیستم برادرو یا اینکه مثال این خلال که انا نفرای هستن که میگن که من شرایط ندارم که انا بیلیت بگیرم برم باشن اگر نفرایی که بگه که من امیر برای خدا بیلیت چم ما با کلام میگیرم
برم همی کار کنه صاحب یا نولانون شوه با خوب میشوه مثال نه که بعد اگر که قرضش بتوه او بره و کار کنه سوم ایره نگردونه ایش دم نیمه جوابگر نیستم ایره خطون معامله کنین خطون چکنه حالش کنین ایش دم عموما راست میگن انور کازاکو راست میگن او اقرات میکگی در خودش میرسته توکلش به خدا او چای خچه اقرات کد و چای مرا نه او اما او چای خچه گفتگی برای که اگر او چای خچه حرمت عزت کنه او چای کسی گر لیز زنده میکنه زنه چه او چای خودش در پیش بگیم قدر نداره او پیش او گپ گفتم باید فکر کنه که یک کس او چای خچه لیز کنه چی میشوه او بیناموس او ای گپ تاثیرش نمیکنه تو چی کارایی؟ ما یک آدمی پر است برادر جونم یک بچه دهقان کراچی یک توجیکی خودتون برادر اکی یک چیزش در ما حیرانم برادر او که ما بدونم که زیدی دولت گپ زنم بترسن مرا لایک نمونن مرا تماشا نکنن خیلی بگو ما زیدی دولتم یا ما بدونم که درباره برام هر کس بگو این ای زینو کت قپیدن این ای خیلی کت خیلی بگون که ها من ایتای ویدیو به عقلانه میکنم خدا را شکر تا نمی روزه ویدیوی ما یگون که ضرر هم ندیده نبر بخش در وقت افیر کدام زن زده سر برادرو خلاص برادرو امی چسبی توی مرا کلی چکر ایس بو اموز واتساپ هم در زن زده سر برادر جنو همه همتون بخدو اینترنت ما به هر جزید کار کرده شد همه بخدو خداوند همتون میگردون کدومی که ویدیو را بو اکثر تماشا میکنید در کانالم بدرو فکر کردن ایستونید که ما همی کار از تشکیل بکنیم یا کنیم باقی الله همتون نگهبان باشه موز در کار واتساپ مینا برادر جنو موز میگم انا میتونید در واتساپ ما کدومی جای کار دارین یا کدومی در جای کار در کارای واتساپ ما در مراجعت کنین از من نمره واتساپ هم میگم بگیریم برادر جونو 988 54 46 63 988 54 46 63 این واتساپ ما برادرو کدام جای کار دارین یا اینکه جای کار کوفته‌سین مراجعت کنین انشالله که ما باور دارم که برادرو هم صاحب جای کار میشن میگم که سومی با ما در کار نیست نخواه هر روز ما آدمای صاحب جای کار شیدگی در واتساپ هم زنگ نزنه مینداری چی نکنه نگه که مثال ای حال مقلم پرسون نشوه خیلی همی قیده است میویه وزیرش در برادرو باقی در پناه الله باشین خداوند همتون نگهبان باشه برادر جونو خیلی با کوشش میکنیم یگون روز پس با افیر کنیم با هم صحبت شیم خداوند همتون نگهبان باشه برادرو اینترنت به حد غم داده سگن قطعتون دل شگب میزم اینترنت بزرگ شید پناهتون به خدا